دوستای نهایت عزیز، قسمی در تصویر میبینین این ساحه مربوط علودنی است. ما در جای مختلف علودنی میریم و ساحات بر شما معرفی خود کردیم. علودنی دقیقا این ساحه به نام آبپران است یا به حساب معامیانه شیر اوترو میگن. یک ساحه بسیار دیدنی و زیبا است که خیلی از کسایی که به سیاحت میاین از این ساحه میاین به این ساحه میله میکنن، تفریح میکنن، دیت میکنن، از این ساحه لذت میبرن. باز انشالله ما همراه شما هستیم و میریم با ساحه بسیار دیدنی است. این ساحه رو به تصویر میکشیم. خب دوستان عزیز، دیگه ما بخیر در ساحه خدا نزدیک کردیم. اینجا یک حوض است، دیگه بسیار یک حوضی همون تو چی بگویم دیگه، بسیار یک نمای خوب داره. یک دفعه ببینیم که چقدر حوض داره این حوض. و دوستان بسیار مانده شدیم، حالا بسیار بلندی بود دیگه. یعنی حوض است دوستای عزیز. در اینجا حوض ذخیره میشه به خاطر همین زمینای زراعتی که در پایین از حوض قریه قرار داره دیگه، از همین ذخیره استفاده میشه. حوض هم بسیار به شکل اساسی درست شده از قسمت اومیه و ملا رو بر کده بچه؟ ملا رو بر کده؟ دوستا باش ما اینجا نفس هم بگیرم، مانده شدم یکنی دیگه. اینجا خوبی از آبشار است، بستروی خودم بوشم که یکمی پاک شده. خب دوستا ادامه میتیم بخیر امیرا را بریم که دیگر رفیقا کجا شد چیکار کردن. دیگه ما نزدیک شدیم بخیر. دیگه سنگ است و آب است و این سر و صدای آبی، شرشر آب چقدر آرامش میتوانی آدم چقدر احساس آرامش داریم. واقعا جای بسیار دیدنی است دوستا. کسایی که دور و بر ولایت های غزنی است حتما بیاین در این ساحه تفریح کنین و از اینجا دیدن کنین. خب اینمی تو میریم دوستا. میگه باش که راه هم بسیار سبول و برو است که اینجا وای ما نلخش از این سنگا. همه تو میاییم دوستا ببینیم که چقدر این فضا دلنشین است، چقدر زیباست. واقعا افغانستان جاهایی داره که بسیار طبیعی و
زیبا است. دیگه نه دوستای عزیز، ما نزدیک شدیم بخیر. نگه بیاین که تقریبا به خود ساحه اوپرو رسیدیم. نگه اینجا هم یک آبشار است. از اینجا او میآید بسیار یک منظره زیبا داره. اینا دوستان دیگه ما دیگه تقریبا رسیدیم دیگه به ساحه و بیاییم که ببینیم اما اصل جایی را که ما میخواستیم که برای شما نشان بدیم همی ساحه است. دوستان ببینید چقدر جالب است. یاب مکمل از داخل کوه میآید بین این سنگ دیگه. اما اصلی سرچشمه و منبع آبی را که ما از پایین هم تصویر داشتیم این ساحه است. ولی فعلا فصل خزان است دوستان، آب یک مقدار کم شده. یعنی این ساحه که شما میبینید در فصل بهار از این ساحه هم آب میآید، ولی حالا فعلا دیگه یک مقدار آب کم شده. خب دوستای عزیز، همینجا آمدیم در زیر سایه همین درخت، گفتیم یک چیزی با شما صحبت هم کنیم و از زیبایی ها و از منظره زیبای منطقه آبپران برای شما بگوییم. دیگه ما آمدیم اینجا گشتیم، واقعا یک فضای بسیار همیتو جالب است. یک فضایی است که آرام بخش است، یعنی واقعا آدم لذت میبره از این ساحه. دیگه چی بگوییم دوستا، نورستان دوم است در غزنی. یعنی زیبایی هایی داره که واقعا اگر در هر فصل سال بیایی اینجا واقعا لذت میبری. فعلا خوب فصل خزان است، از درخت هم پیداست که برگای درخت ها کم کم هم رنگ سبز خود به زرد تبدیل میکنه. فصل هم لباسی خزانی را بتن میکنه. دیگه واقعا دوستا جای بسیار دیدنی است و ما خیلی از این ساحه لذت میبریم. دیگه خدا کنه که شما هم از این برنامه لذت میبرید.
خب دوستا، دیگ خب بار شد. تا دیگ پخته میشه ما همین ساحه را کم کم بگردیم و بر شما اینجا را معرفی کنیم دوستا که باز کدام وقت اگه بخیر آمدین در اینجا باز برتون اینجا آشنا باشه. یعنی ساحه هم است یک کمی ساحه یک کمی هوار است. اینجا مردم ها که میای اینجا دیگ میکنه. اونده اون ساحه در پایین از این سنگ هم این ساحه را دیدن. این ساحه کلش دیگ میکنن و اون اونجا که دود رفته سیاه شده سنگ دیگه. یعنی تو یک منظره بسیار جالب از این قسمت چون بسیار بلند است. یک منظره بسیار جالب است از منطقه آپاران. خب دوستا بیاین یک دفعه تا می بالا را بریم ببینیم که در اینجا چی گپ است. از همین ساحه بالا میشیم. حالا این راه از یک مقدار بالا رفتن مشکل است. باید خیلی احتیاط کنی که خدای نکرده اگر پای آدم از اینجا در اثر بی احتیاطی بلغشه دیگه باز همون تو میری پایین. خب دوستا اینجا بیاییم که جریان از چی قرار است. خب دوستا در این ساحه حمام میکنن کسایی که میایند در بازدید از این ساحه. و این اینجا که شما میبینین یک مقدار آتیش شده در اینجا آب گرم میکنن به خاطر از اینکه یا ممکنه سرد باشه اینجا آب گرم میکنن و استفاده میکنن. و بیشتر کسایی که مشکلات جلدی دارن بعضی بخارا و گفات جلدشان است اینجا حمام میکنن و این یک آب طبیعی است باز خوب میشن مشکل شفا میشن. خب دوستا بریم از اینجا از این داخل بیرون شویم که در اینجا دیگه جریان از چی قرار است. خب دوستا اینمی دیوال را که شما میبینید که از سنگ اینجا اعمار شده این به این خاطر است که از بیرون قابل دید نباشه. چون اینجا بعضی حمام میکنن و باید قابل دید نباشه و آب از این باز مستقیم دمی چی میره در این حوضی که به شکل خامه است ساخته شده. دیگه باز میریم یک دفعه می منبع از این آب هم ببینیم که این از کجا میایه، از کدام ساحه میایه، از بین سنگ میایه یا از بالاتر میایه. میریم طرف منبع. جایی است که یک دیوار هم ساخته از سنگ که از بیرون قابل دید نیست. دیگه حوضی هم باش ببینیم که حوضی زیاد سرد است گرم است چی رقم است. حالا هوای معتدل داره دیگه میشه که هوا هم خوب است میشه که اینجا یک حمام کنی. دیگه باش که از کجا میاد دوستا یعنی منبع از از کجا است. ما که دیدیم از چند ساحه نمی تا هوا آمده میره دیگه. خب تا اینمی ساحه را دوستا است از این پیش دیگه دیده نمیشه. از داخل اینمی سنگ دیگه یک منبع آب از زمین جام است دیگه. شما قبلا هم در تصویرات دیدین که از ساحات دیگه کم آب می آمد. یک منبعش اینمی ساحه است که می آید در اینجا در اینجا که حمام میکنه و از این ساحه آب میره در حوض گلی در اونجا ذخیره میشه. باش دوستا که اندوالا چیکار کردن یا در کجا رسیدن؟ حال سینا چیز کار نی بخیر؟ مرغ حلال نی؟ دوستا باش که دیگه کم کم بخیر آمادگی بگیریم برای چاشت. دیگه یک
اینجا امکانات زیاد نیست دیگه، شار نیست، اطراف است. یک مرغ آوردیم دیگه، اینی بانجان و پیاز است و مرچ تازه است دیگه. بعضی مسئله دیگه گپ است. یک خوب یک شوروا جور کنیم، یک شوروای وطنی جور کنیم دوستا دیگه. این میگن آشپزی در طبیعت. خیلی سلام خان دیگه، بخیر شروع کنیم دیگه آشپزی. شروع کنیم جناب سبانی رو آورد میندازنی که روغن پارتی دیگه. تصمیم دارید هم دیگه عادی جور کنیم؟ دیگه عادی جور کنیم جناب. خب من گومش کنیم روز یک شوروای وطنی رو جور کنیم. آره جناب، شوروای وطنی جور خیلی دیگه. بانجان و مرچ مساله باشم بیارم. چی روغن کم سرخ؟ روغن سرخ میشه. چی رقم جور نیم شوروا را تشریح کنیم. کدام کارا جناب روغن سرخ نی، باز دیگه بانجان میندازی، پیاز میندازی دیگه، دوای دیگه باش میندازی، بس آب میندازی دیگه، گوشت میندازی. گوشت لاندیه یا چیزی بلند؟ نه اینجا امکانات نه جناب، یک فرم مرغ است، یک مرغ آوردیم دیگه. یک فرم که دم چی ادم خوشمزه. آره خوشمزه. آره خوبه دیگه. اینا میره بخیر. مقصد اینه یک چیزی بسیار میته تایید جور کو که امروز کیف کنیم. فهمیدی؟ باش که حکمت این مرچ قضیه نه نمیشه مرچ نمیشه نه یعنی تون شده این شروعه باش نیاز این پیاز هم میندازی، پیاز سرخ شنه. باش ما تو یک کمک کنیم کدید نه کمک کدی شاگردیم نو فهمیدی؟ ما اینی رو بگیره شور بگیره پیاز نسازه پیاز. این دفعه خوردیم از اینجا رخصت نکنه بخیر. فهمیدی شما یه چیزی دیگه خراب کردی نه؟ خواهی پیاز چی زرد چنه باز بانجان؟ پیاز کم زرد چنه باز بانجان چی میدونی؟ خیلی سنخان دیگه چی رقم شد؟ پیاز زرد نشد؟ پیاز زرد شده دیگه من بانجان ده بلیزی اضافه همونی بانجان شم یار دیگه بانجان سرخ شنه کمی سرخ خیلی کم مانده به نظر من. کم سرخ شده خوبه. سرخ شنه بانجان آماده؟ بانجان آماده یک زدم مرچ سیاه کرده. مرچ سیاه؟ چیزی که آشپز میگه دیگه اون دو مواد اضافه کنی. ما ولدشم یک کمی ایره که آتش خاموش نشه. خب آره ما ولدشم یک منم دیگه کنم. دیگه بخیر. زردچوبهش هم اضافه کنم. مرغ مساله اضافه کنیم دیگه. حالا فعلا نه آشپز چقدر پرتم یک قاشق. آره یک قاشق خوب. آره بس. آشپز دیگه شروع کنیم بخیر دیگه. پخته نشده دیگه آماده. یا پختهش نشده دیگه شروع کنیم دیگه. بیخ سایب دیگه سایل کنیم که سر دیگه پس خام نمونده شده. مزه سایه. حالا دیگه امروز دیگه در طبیعت خوب یک شروع جور کرده به نظر. به یک مزه کنه که ببینیم چی مزه میده. شوروانی اصل بیرم تزدانی پاسا بکنم. نه کچانه بخور. واه چی مزه. بازم بخور. اصل نه؟ اصل یک شب دیم. خب خیلی خوب. بیا دیگه که گوشنام شدیم. آره دیگه زیاد گشتیم دیگه بخیر. شروع منی دیگه اینجا معلومه که خوشمزه. خب دیگه بور منی بخیر چیز که دیگه در کاسه فهمیدی؟ دیگه تمام. بخوریم چی رقم مزه میده. چی رقم از مزهش. والا دیگه یک مزه خاص داره. این رقم شروع دیگه میخی یادگاری میمونه. فهمیدی؟ اون که مزه داره. زیاد گوش نم شدیم. سمجان خریدیم بسیار مزه داره. خوش نمیشه. همین بعضی ها رو میگم زی 5 انگشتش گل مبارک. یه موضوع هم بیشتر خواهد بشه. نه او رو برای دخترها استفاده میکنه. خیرت ما برای خالصینام استفاده کردیم.
خب دوستان نهایت عزیز، بالاخره رسیدیم در یکی از ساحه بسیار زیبای آبپران. اینجا هم شما در تصویر میبینین یک آبشار بسیار یک فراره او است و از امو بالا با پایین میاد. بسیار یک منظره زیبا داره، بسیار یک صدای جذاب داره. دیگه امیدوار هستم از داشته های امروز ما، از برنامه امروز ما لذت برده باشین و برایتان جالب تمام شده باشه. به خاطر بهبودی برنامه های بهتر ما، چینل ما را سابسکرایب نمایید و با دوستانتان شریک کنید. تا دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارتان.